بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم هموطنان عزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان لله و انا الیه راجعون. چند روز پیش خبری ناگهانی عالم بزرگواری، استاد محترم و ستاره درخشان اهل اسلام، یعنی یکی پیشوانی انشاءالله دین اسلام و یعنی دین علم و معرفت که نام باشد استاد داملا عثمان خان علیموف، از دنیای فانی به دنیای باقی رحلت کردند. البته این خبر که چند روز پیش بر تمام یعنی مردمان و اینچنین و یعنی تمام دنیا پخش شد و اینچنین خدا خواهد در تمام یعنی عشقان علم و معرفت یعنی خفگی محزونی پیدا کرد. اینچنین وقتی که ما این خبرم شنیدیم، ما هم البته با هم مبتلا گشتیم. البته این مصیبت بر تمامی انشاءالله مسلمانان دنیا، خصوصا بر مسلمانان ازبکستان زمین، البته این مصیبتی سخت شد. البته ما بر تمام مسلمانان صبر طاقت و اینچنین انشاءالله خدا خواهد اولا خصوصا به خاندان و یعنی اهل عائله این حضرت صبری جمیل و ثواب بزرگ انشاءالله از خدا حق سبحانه و تعالی خواهان هستیم. شاعر میگوید چراغ هر دو عالم عالمانند، به معنی عالمان شمع جهانند. کسی به علم نشناسد خدا را، نیابد راه حق راه خدا را. البته عالمان اینا یک چراغن، یک آفتابن که تمام دنیا را انشاءالله آفتاب روشنی کند. این عالمان تمام انشاءالله خدا خواهد برای قلب مسلمانان روشن میکردن. البته موت العالمی موت العالم، یک عالم مردنش یک عالم مردنش که برابر است. البته در آخر گفتن این خدا حضرت انشاءالله جناب این خدا خواهد استاد بزرگوار خداوند سفرشون انشاءالله بی خطر و قبرشون پر نور و آخرتشون آباد بگرداند. الوداع استاد عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.